این مسیر 100 کیلومتری یکی از شاخه‌های راه بین‌المللی به سمت ازبکستان است و از زمان ساخته شدنش در دوران شوروی بار هم درست بازسازی نشده است. ساکنان و مهمانان و رانندگانی که در راه خوجند اشت رفت و آمد دارند میگویند 35 سال باز انتظار آباد و هموار شدن آن هستند. Hazır bakın ya bu rafte biyomga belki rafte köyüne boy meçide monda meçid khorevid azoy badan man hafta durum dik azoy badanam dar mikuna ya bu rafte biyomga lekin man dastavchi har xil texnik chizoy mebiora برای همین کلینت ها تلفن میکنن کم ریمونت میکنید وای میکنید و راه نقص شد شافر با نقص Günüm saatinde ne veriydi? Kocant be. Yak saatinde veriydi. Vay خداوی نمیکنید 3 سال 4 سال. مثل سالهای قبلی امسال نیز صاحبکاران و سخاوتمندان این کمبود اساسی ناحیه را به قدر توانشان اصلاح کرده ایستادند. آنها چندین کیلومتر راه ناهموار را منفرش کردند تا ترس و بیم رانندگان از صدمه ها کاهش یابد. به گفته رانندگان راه به حد ویران است که نه همه جرأت حرکت و بار کشیدن از طریق آن را میکنند. من پیش کار میکردم من در وقتی تخصمات میآمدم یا با ماشین پریگون اون درآمدی سامغر با آمدگیننده یا همه چا بوده من شوفر گفتم که سوس کن نشد این راهو بعد گفتن ما وای نشد گفتم دیتویتن همون وای به آمدگیننده کانال پیشش به بوله همون ترتوار با برآمدی وای شکست دنی یونوکی دنی وای به درآمد برفتی وای نماشته گفت جراحت گفته سطرسینی بال نیسو خورا شما چی نشید خیره؟ من شما اینجا کافی اینجا چونی خوشکم زده گفتم اگر راه نقض باشد 1 ساعتی راه اینا 2 ساعت 2.5 ساعت اند بعضی میاد همون بیام شکر میکنه همون راه بودگیش بیام شکر میکنه خدا ان شاء الله آینده و نقض میشه خدا اوزرنا با خلق مبلغ جمع کرد کنه اوزر ریمون کرد کنه رو خدا خواه نقض میشه که وعده شده که پرزیدنت خدا ما که 2027 با خدا خواه رای اشت خوجان آباد میشه. شهرت محمدزاده رئیس ناحیه اشت در نشست خبریش آخر ماه گذشته به روزنامه‌نگاران گفت که سال آینده این مشکل حل خواهد شد. به گفته او اکثر راه‌های داخلی منفرش گردیدند و اینک نوبت به راه اساسی آمده است. روی کوری آمده همین راه‌های داخلی حتی وای کردن قریب 12 نفر آمدن 12 نفر آمده 2 ماه همین روی پروتکلی ناحیه با پروژه آموختن که کجا به گویا اصلاح میشد استقامت میشد کجا به وای میشد همش آموخته محترم خود وزیر گفتن که البته لایحه آماده شده است در سال 2026 البته با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان محترم جناب والی سال 2026 البته راه اشکجان با پروژه اصل نوسازی آغاز می‌گردد. سال 2022 امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در پیام سالانه‌اش گفته بود که در 5 سال آینده این مشکل حل خواهد گردید و در سفر آخرینش هم به منطقه مردم محلی را بار دیگر امیدوار کرد. برای ساختن راه خوجانش اینقدر مبلغ زیاد در کار نیست چون اونجا محلی اهالیش کمتر دراج سرجانش کمتر ماست اونجا کمتر میشه اینقدر مبلغ بسیار هم لازم نمیشه من باوری دارم که سالهای نزدیک همین راه هم نیست تجدید میشود. راه خوجند اشت اهمیت بین المللی هم دارد. در حال تعمیر شدن این راه روابط ساکنان تاجیکستان و ازبکستان زیاد می شود و گردش مال و کالا بین دو منطقه رشد می کند. اکثر راه‌های ماشینگرد تاجیکستان که در دوره شوروی ساخته شدند کهنه و فرسوده هستند و برای تعمیر هر ساله آن میلیون‌ها دلار ضرور است. راه خوجند اشت نیز به دلیل خودکفا نبودن بودجه ناحیه تا حال تعمیر کلی را ندیده است. فرزان محمدی، رادیو آزادی، ناحیه اشت.